طبیبان را طبیبانه سخنگوی برای هستی خلق وطن گوی. دوستان عزیز، امروز می‌ارزد که یکی از طبیبان حاذق که در بین ساکنان جمهوری تویستان احترام خاص دارند و همچون دکتر فنهای طب پروفسور صاحب ظریفов امروز تمام مردم جمهوری تویستان نقد میشناسند و احترام میکنند، چونکه صاحب ظریفov در ساحه تندرستی جمهوری تویستان سالهای زیاد است برای پیشرفت سالمی جامعه خدمت شایسته کردند و می ارزد بگویم که صاحب ظریفov یکی از انسان‌های خاکسار، مهربان، فروتن در باب آدم و آدمگری، در باب معنی زندگی، در باب دستورخوانداری، در باب احترام والدین و نمونه عبرت همه یار و دوستان بودند و خصلت‌های حمیدی فروتنی و مهربان آن کس شایسته مهر و مکتب معرفت گردیده است. برای همین از چهره صاحب ظریفov فقط خرسندی، تبسم، میل دوست داشتن زندگی، دوست داشتن آدم و آدمگری بود و این لحظه می‌ارزد نام نیکی صاحب ظریف را همه با احترام خاصه یاد نماییم، چون که کسی کو در دعا آرد مرا یاد، همه وقت نگهبانش خدا بود. همه همکاران و یار و دوستانی که در ساحه تندرستی جمهوری تویستان کار میکنند و فعالیت دارند، صاحب ظریفov را همچون استاد، برادر، دوست، رفیق به خود قبول کردند و این روز امیدواریم که همیشه نام صاحب ظریفov در دل دیده ما و شما عزیزان جاویدان است. یادشان و خیر و خانه آخرتشان آباد باشد. روان شاد برای زندگانت، محبت نامه پیر و جوانت، برای عمر نقشی با سزایت، چو سینا زده طب جهانت و یا آینه دور و زمانت، طبیبان نکونام را نشانت، سرشته کار طب را اصل بنیاد، حبیب مردم دور و زمانت. در آن گوشه چندان غزل خواندن شد که